اگه تو هم میخوای یاد بگیری که چطوری در F26 بازیکن بخری و بفروشی، با من همراه باش. خب برای انجام این کار اول شما به این قسمت مراجعه میکنید، بعد میاید روی این قسمت کلیک میکنید، اینجا شما در این قسمت میتونید بازیکن بخرید. همونطور که میبینید اگه پولتون برسه میتونید بازیکن بخرید و در این قسمت هم میتونید بازیکن بفروشید. میایید هر بازیکنی که مورد نظرتون بود رو روش کلیک میکنید. مثلا من میخوام اینو بفروشم، روش که کلیک کردم این آبیه رو فشار میدم و دوباره گزینه آبی رو فشار میدم، دوباره همین گزینه رو میزنم. اینجاها شما میتونید قیمت بازیکن‌ها رو تعیین کنید. من همین رو میزنم، این آبیه رو میزنم، گزینه سمت چپی رو میزنم و الان اومد به لیست به لیست فروش ها و به این شکل که تیک خورد شما میتونید پولش رو دریافت کنید. فعلا بدرود، خدا نگهدار.